قطعا همتون این نقاشی رو دیدید و به گوشتون آشنا هستش. لئوناردو داوینچی یک مخترع، دانشمند و هنرمند ایتالیایی هستش. این نقاشی توی دوره رنسانس از سال 1503 تا 1517 به مدت 14 سال طول کشیده. حالا اصلا این مونالیزا کی هستش؟ سه تا نظریه وجود داره که تاریخ‌دان‌ها بعضیاشون میگن که در واقع خود شخص لئوناردو داوینچی هستش، بعضیاشون میگن که این یک شخصیت تخیلیه و یک نظریه اساسی وجود داره که همشون متفق القول بر این نظریه پایبند هستن که این نقاشی زن یک تاجر فلورانسی به نام فرانچسکو هستش و اسم این زن لیزاست. در واقع بخوام اگر در رابطه با سبکی که به کار برده لئوناردو داوینچی در رابطه با این نقاشی صحبت بکنم، سبک رنسانس ایتالیایی هستش و تکنیکی به کار برده تکنیک اسفوماتو هستش. حالا اصلا این تکنیک چی هستش؟ این تکنیک در واقع اگر بهش دقت بکنید و راجبش بخونید این هستش که خطوط به صورت محو به کار برده شده توی نقاشی یک پورتری نیمتنه هستش که کمی بدن و سر چرخیده، پشتش در واقع به صورت خیالی و محو هستش اگر پشت زمین رو نگاه بکنید و یک لبخند مرموز و مهربانانه‌ای وجود داره توی این تصویر. این نقاشی تا قبل از سال 1911 معروف نبود تا اینکه یک کارگر ایتالیایی به مدت 2 سال این نقاشی رو دزدید، مخفی نگه داشت و بعدش در واقع توی موزه لوور پاریس ازش نگهداری شد. و حالا قبل از اون هیچ وقت داوینچی نقاشی رو به صاحب اثر یعنی فرانچسکو بر نگردوند و این نقاشی رو با خودش به فرانسه برد. بعد از مرگش توی در واقع یکی از مجموعه آثار پادشاه فرانسه نگهداری شد و بعدش هم به موزه لوور پاریس برده شد و در اونجا نگهداری شد. توی این نقاشی اگر با توجه به نوری که داره، با توجه به نگاهی که خود مونالیزا داره دقت بکنید، یک نگاه مرموزانه داره که شما اگر از هر زاویه نگاه بکنید نگاه نقاشی داره به شما نگاه میکنه و اون لبخند معروفی که توی نقاشی وجود داره یک لبخند مرموز مهربانانه هستش توی این نقاشی. این نقاشی یکی از بهترین آثار در واقع لئوناردو داوینچی هستش که توی موزه لوور پاریسه و توی یک محفظه و یک شیشه ضد گلوله قرار گرفته که فوق‌العاده این اثر زیبا هستش با توجه به نور و زاویه دید و اون نگاه زیبایی که مونالیزا داره. امیدوارم که این بخش براتون مفید بوده باشه.